سلام، به کانال تاپ 5 خیلی خوش اومدید. من محمدم. امروز قراره با هم 5 زندان وحشتناک دنیا رو بشناسیم. شماره 5 لیست ما یک زندان جزیره‌ای توی نیویورک که 12,000 زندانی داره. حالا چرا وحشتناک؟ به خاطر اینکه تجاوز، قتل، کتککاری جزء روتین این زندان، نه برای زندانیان بلکه برای نگهبانان. طبق اطلاعات لو رفته توی زندان، نگهبانان روی زندانیان شرط بندی میکردن که اونا با هم مبارزه کنن. شرط پیروزی هم زنده بودن بود. نگهبانان بیشتر برای خوشگذرانی و پول درآوردن این کارو میکردن که با دخالت پلیس از بین رفت. تو این زندان هر زندانی باید 10 تا چشم داشته باشه، 4 تا برای زندانیای دیگه، 6 تا هم برای نگهبانان. شماره 4 لیست ما یه زندانی توی روسیه است به اسم پتک که همون پتک نوشته میشه. کلا توی روسیه زندون امن نداریم و آمار فرار از زندان بسیار بالاست، ولی این زندان فوق امنیتیه که فقط 3 نفر تونستن ازش فرار کنن که یه نفرشون هم از بین رفته. این زندان جای بزرگترین و خفن‌ترین خلافکارای روسیه است، به طوری که تمامی زندانی‌ها در تمام مدت به صورت انفرادی نگه داشته میشن. هر زندانی هم فقط میتونه سالی 2 بار ملاقات داشته باشه. تمام این حرفا رو که بذاریم کنار، سلولای این زندان فاقد هر گونه گرمایشیه. خودتون هم که بهتر میدونید تو یه سری از روزهای سال دمای هوا تا -40 درجه میرسه. دیگه خودتون حساب کنید که چه زجری دارن میکشن این بدبختان. شماره 3 لیست ما یه زندانی توی ونزوئلا که بوبو شاوز، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، لقب ورودی جهنم به اون داده. این زندان به دلیل کمبود بودجه کلا کارکنان کمی داره و زندان فقط توسط گروه‌های گنگستر و خود زندانی‌ها اداره میشه که تخمین دارن احتمال زنده موندن هر زندانی توی روز، یعنی هر روز 60% و احتمال 40% اینو داره که از بین بره. تو سال 2012 یه شورش توی زندان اتفاق میفته که 591 زندانی فقط توی یه روز کشته میشن. وقتی هم پلیس مجبور میشه یورش ببره اونجا، حدود 1 تن سلاح گرم‌سر پیدا میکنن. جدا از اون یه تونل پر از مواد مخدر. احتمالاً اگه بیشتر میگشتن میتونستن یا چیزهای دیگه‌ای هم پیدا کنن اونجا. خب رسیدیم به شماره 2 زندانا و این زندان زندانی نیست جز گله‌دانی که داخل گرجستان ساخته شده. احتمالاً اسمشو شنیده باشید چون یکی از معروف‌ترین و مخوف‌ترین زندان‌های ساخته شده به دست بشره. این زندان تقریبا مثل همه زندانایی که گفتم وحشتناکه، ولی چرا رتبه 2 اختصاص داده به خودش؟ به خاطر قانون عجیب حاضر توی این زندان که این قانون اینجوریه که هر زندانی که وارد اونجا بشه توسط نگهبانان مورد تجاوز قرار میگیره. که قسمت وحشتناک این قضیه اینه که فقط هم خود نگهبانا این کارو انجام نمیدن و با هر وسیله‌ای که بشه، با چوب، باتوم یا هر وسیله شبیه به اینا این کارو انجام میدن. تقریبا میشه گفت هیچکی نتونسته این قضیه به سر در بره و فرار کنه. امیدوارم هیچ وقت توی گرجستان مرتکب خطا نشید، چون به دلیل کمبود زندان توی این کشور احتمال زیاد همین زندان ببرنتون. خب و شماره 1 لیست امروزمون که به قطعیت میتونم بگم یکی از وحشتناکترین زندان‌هایی است که ساخته شده. تقریبا کسی از اون زنده بیرون نمیاد. این زندان توی سوریه است، اسمش هم تدمره. به لطف داعش پس از تصرف پالمیرا این زندان رو منفجر کرد. ولی علت شماره 1 بودن این زندان این بود که زندانی‌ها مجاز به انجام هر کاری بودن. خودتون دیگه تصورشو بکنید که چه جای فجیعیه. تجاوز، قتل، کتککاری جزء سبکترین و سرگرمی‌هاشون حساب می‌شده. اونجا انقدر روی ذهن زندانی‌ها کار می‌کردن و اونا رو محروم می‌کردن از وسایل، ملاقات، تلویزیون، کتاب، رادیو و یا هر وسیله دیگه‌ای که به صورتی که زندانی‌ها بعد از چند وقت دیگه خودشون رو هم نمی‌شناختن. مرسی که تاپ 5 این سری هم نگاه کردید. ممنون بابت نگاهاتون. منابعی که برای این مطلب استخراج کردم از سایت‌های ویکی‌پدیا، نمناک و همشهری آنلاین و سایت‌های مشابه بوده. من تمام سعیمو می‌کنم و خواهم کرد که مطالبی که قرار میدم کاملا با واقعیت یکی باشه. امیدوارم که لذت برده باشید. تو ویدیوهای بعدی می‌بینمتون. الله اكبر.